مهاجران خسته و آواره افغان. این مرزی ولایت نیمروز افغانستان با ایران است. روزانه تا 3000 نفر طریق این را از ایران به افغانستان برمیگردند. قسم با خواهش خود، اما اکثریت افرادی هستند که اخراج شدند. یکی از سبب‌های رانده شدن آنها هم نداشتن سند قانونی بود و باش در ایران است. عبدالقادر تازه از ایران خارج شده است. میگوید از سوی ماموران حکومت ایران در شهر یزد خیلی اذیت شده است. مرا بازداشت کرده آوردند و چنان ظلم در حقم کردند و لطوکوبم کردند که کسی با حیوان چنین ظلم نمی کند. انسان نمی شماریدند. در نانوایی ها هم نان نمی دادند. سرنوشت پناهنده های دیگری بازگشته از ایران هم به عبدالقادر مانند است. مشکلات ما تو مرز اردوگاه ماندیم، ما رو اینقدر کتک میزنه، میگه که تو آب ندادی با ما، دولت شما آب قطع کرد، میگه اینقدر کتک کاره. ما کتک خیلی زیاد خوردیم، عذاب کشیدیم. مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند ماهانه 10,000 نفر از ایران برگردانیده میشوند. روزانه خلق شیرازی افرادی که از ایران روزانه از راه نیمروز می آیند تقریبا به 2500 نفر می رسد. ماهانه 50 تا 55,000 تن داوطلبانه و اجباری می آیند. با این همه گروه دوباره به ایران برمیگردند. برخی در جستجوی کار و گروه دیگر سفری طولانی تری در پیش دارند. آنها نیت دارند از آنجا به ترکیه و بعداً به اروپا بروند. پیر و جوان و حتی نوجوانان بار و بندشان را بسته راه مهاجرتی پرخطر و قاچاقی به ایران را پیش گرفتند. رحمیدین که بارها به ایران رفته و رانده شده است، باز در این راه دشوار و ناروشن به سفر برآمده است. سال 91 تا حالا 16 بار من رد مرز میشم از راه پاکستان. فقط مشکلات و بیچارگی من نمیده که باید به ما رسیدگی بشه. اکثریت افغانستان را به دلیل تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی ترک میکنند. در ایران هم بسیاری ها مجبور هستند کاری سیاه کنند، آن هم اگر برایشان اجازه بدهند. بنا به آمار کمیسریت عالی سازمان ملل متحد که آخر سال گذشته نشر شد، نزدیک به 4.5 میلیون افغان در ایران به سر میبرند. اکثریت غیر قانونی وارد این کشور شدند و سند اقامت ندارند. به گفته این سازمان، پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اوگوست سال 2021 مهاجرت افغان ها به ایران بیشتر شده است. در عین زمان بازگشت دوباره به افغانستان هم زیاد شده است.